با سلام. امروز با آموزش هک کردن بازی‌ها و نرم افزارهای اندروید با شما همراه هستیم. این آموزش رو برای وبسایت pctech.net میسازیم و هر گونه کپی برداری از این مطلب بدون ذکر منبع حرامه. خب ابتدا ابزار جی گاردین که در سایت هم هست میتونید دانلود کنید رو باز میکنیم. استارت آیکون نرم افزار رو میبینید. یه توضیح دیگه بدم، نرم افزار نیاز به دسترسی روت داره و آموزش روت کردن اندروید رو هم در سایت داریم ما. خب یک بازی هر بازی فقط آفلاین باشه رو باز میکنیم. در اینجا آیکون بازی نرم افزار کلیک میکنیم و نرم افزار رو بازی رو پیدا میکنیم. بازی رو دنبال بازی می‌گردیم، پیدا شد. خب حالا می‌بینید آیکون میاد آخر. خب پول صفره. الان من میام مقدار پول یا الماس رو یک بار سرچ میکنم، تایپ رو روی دیوارد قرار میدم، دیوارد صفر سرچ. خب میبینید که زیادن مخارج. خب حالا میرم بازی انجام میدم. خب بازی تموم شه. خب تموم شد. حالا 12 تا پول داریم. خب میزنم رو آیکون استوب، میزنم بازی رو 12 رو سرچ میکنم. میبینید بازم مقادیر زیاده چون پول کمه. باید یه مقدار بازی کنید بیاد بالاتر، مقادیر کمتر شه. خب حالا من همینطور میزنم تا سریع بازی تموم شه بیاد. بازی های HD هم میتونید با این نرم افزار شما کرک کنید. حالا این اسمش کرک کردن نیست ولی میتونید تأخیر بدید مقدار الماس ها پول ها رو. خب تموم شد. حالا 24 36 تا پول داریم. حالا صبر میکنیم 36 رو اینجا سرچ میکنیم، تایپ دیوارد 36. الان یه دونه 36 دارم. مبلغ رو هر چی دلتون خواست وارد میکنید. ببینید که پولمون هک شد. الان شاپ میتونید به راحتی در همه بازی ها میتونید همین کار رو انجام بدید. نهایت لذت رو ببرید. خب برای یادگیری بهتر سعی میکنم یک بازی دیگر رو انجام بدم. خب بازی کارتون وار که یک بار هک شده، همشون هم با همین نرم افزار بودن. خب موزیک میزنم تا همه چیز از اول شروع شه. ببینید که گل صفر، الواس هم صفر. خب یک دست بازی میکنم.
سرعت بالا نداره بازی. هرچند زمان ویدیو بالا میره و حجم تمرکز و تغییر بازیش
یه دونه است. باید این کار رو انجام بدید. خب توتال گل شد بی نهایت. اینم آموزش هک کردن بازی در وب PC تک. موفق باشید.